الان با این موبایلم به الکی زنگ میزنم به یکی میگم که الان بهش کی آیفون رو بدم که براش خریدیم، بریم که ویدیو رو شروع کنیم. الو سلام. آره ببین فقط اون آیفونه که برای یاسمن خریدیم رو یادت نره. آره یه ذره تنظیمش کنیم و بهش بدیم. آره کی بدم؟ 2 دقیقه دیگه باشه الان بهش میدم. چرا میای اینجا؟ برو یه دقیقه برو. نه برو هیچ. برو یه دقیقه سوتا. روز میخوایم الکی به یاسمن بگیم که براش آیفون خرید. نمیخوایم بهش بگیم، میخوایم یه جوری مثلا تابلو کنیم که براش آیفون خرید. مثلا یه عواشی که میخوایم سورپرایزش کنیم، بعد یک جوری میکنیم که بفهمه. این الکی هم براش نخریدیم، ما فقط میخوایم اسطورش کنیم. الان بدون هیچ میکاپ همینجوری اومدم براتون ویدیو بگیرم. پس لایک و ساب و کامنت هایتون نره، بریم شروع کنیم. من ساب کنید دار گفتم ساب. اینو هم مثلا الکی میارم که مثلا توش آیفونه، هیچ هم نیست توش. داره ویدیو یوتیوب میبینه. تکون بده تکون بده بدن رو تکون بده. بده من باهات قهرم ولی بی تو خوب انگار با همه عالم تا یه اذیت کردن یاسمن دیگه. خانم نکن رفتی سیش مامانی کنی چو قهر کرده همونطوری که میبینی. چه حسی داری که این ویدیو قراره یوتیوب گذاشته بشه؟